پیش از اینها فکر می کردم خدا خانه‌ای دارد کنار ابرها، مثل قصر پادشاه قصه ها، خشتی از الماس و خشتی از طلا. هیچ کس از جای او آگاه نیست، هیچ کس را در حضورش راه نیست. آن خدا بی رحم بود و خشمگین، خانه‌اش در آسمان دور از زمین بود، اما در میان ما نبود. مهربان و ساده و زیبا نبود. در دل او دوستی جایی نداشت، مهربانی هیچ معنایی نداشت. هرچه میپرسیدم از خدا، از زمین، از آسمان، از ابرها، زود میگفتند این کار خداست. پرسجو از کار او کاری خطاست. تا ببندی چشم کورت میکند، تا شدی نزدیک دورت میکند. کج گشودی دست سنگت میکند، کج نهادی پای لنگت میکند. با همین قصه دلم مشغول بود، خوابهایم خواب دیو و غول. تا که یک شب دست در دست پدر راه افتادم به قصد یک سفر. در میان راه در یک روستا خانه‌ای دیدی خوب و آشنا. زود پرسیدم پدر اینجا کجاست؟ گفت اینجا خانه خوب خداست. گفتمش پس آن خدای خشمگین خانه‌اش اینجاست؟ اینجا در زمین؟ گفت آری، خانه او بیریاست، فرشهایش از گلیم و بوریاست. مهربان و ساده و بیکینه است، مثل نوری در دل آینه است. قهر او از آشتی شیرین تر است، مثل قهر مهربان مادر است. تازه فهمیدم خدایم این خداست، این خدای مهربان آشناست. دوستی از من به من نزدیکتر، از رگ گردن به من نزدیکتر. آن خدای پیش از این را باد برد، نام او را هم دلم از یاد برد. آن خدا مثل خیال و خواب بود، چون حبابی نقش روی آب بود. می توانم بعد از این با این خدا دوست باشم، دوست، خاک و بی‌بیان. می توان با این خدا پرواز کرد، سفره دل را برایش باز کرد. می توان با او صمیمی حرف زد، مثل یاران قدیمی حرف زد. می توان درباره هر چیز گفت، می توان شعری خیال انگیز گفت، مثل این شعر روان آشنا. پیش از اینها فکر می